ببین دختر خانوم، خواهر من، یه سری شعارها هستن که مختص شما طراحی میشه و در اصل خیلی خوبه، اما هدفی که پشتشه یه چیز دیگه است. بعضیا به خانوم هایی مثل شما میگن که ام‌البازی در نیاری، یا رو پا خودت وایسا، زرنگ باش. منظورشون چیه که روی پای خودت وایسا و امول نباش؟ منظورشون از زرنگ بودن چیه؟ زرنگ باش، دیگه وقت تور کردن دخترها گذشته. تو این دور زمونه اگه هر کس واسه خودش دوست پسر نداشته باشه اموله. اگه گیریمت رو عذاب نکشی کارت زاره ها. پسری که میخوایشو رو برود وایساده رو هر جور شده بندازش تو تور. حواست باشه توی پرانتز هر جوری. ما دخترها 1000 راه داریم، هر جور شده باید تورش کنی. حالا مهم نیست که چه جوری، چی بگی و چی پوشیدی و چه جوری جلوش ادا اطفار در آوردی، چه جوری چشمک زدی، چه جوری صداتو نازک کردی، چه جوری. امول نباش، زرنگ باش. ببین اون دختره رو مثل امولا اصلا دوست پسر نداشته تو عمرش. چرا؟ چون خودش نخواسته، چون خودش چراغ سبز نشون نمیده. ولی تو زرنگ باش. اینکه چه جوری و چه شکلی جلوش در اومدی به قول انگلیسی‌ها it doesn't matter. این ام‌البازی‌ها و شرم و حیا مال 40 سال پیشه. اما در مقابل میخوام یه چیزی بهت بگم، یا بهتر بگم یادت بندازم که این زرنگ بازیای اینجوری و پسرا رو خام کردن چیز مخصوص امروز نیست. همون 40 سال پیش هم دخترها همین جذابیت ها رو داشتند، پسرا هم همین پسرا بودند، از اون زرنگا هم وجود داشت. حالا بیا 2 تا 4 تا کن، ببین بزرگاشون کجا رفتن، چی شدن. همونایی که پسرا میمردن که باهاشون باشن، از تمام پتانسیل دخترونشون استفاده میکردند واسه جذب جنس مخالف. کدومشون خدا وکیلی، کدومشون یه زندگی آبرومند و یه خانواده درست حسابی تشکیل دادن؟ سرآمداشون خواننده های معروف و رقاصه های مشهور دیگه. برو زندگیاشونو ببین، ازدواجهای ناموفقشونو ببین. خواننده ها و رقاصه ها نه. برو از مامان بزرگت از زندگی همون دخترای زرنگ و امروزی 40 سال پیش بپرس. این حیا و پاکی که الان بهش میگن ام‌البازی، اون موقع هم بهش همین رو میگفتن. 40 سال پیش هم میگفتن که حیا و عفت ماره 40 سال پیششه. 40 سال بعدم همینو میگن. این حرفای من نیستا، دین خدا بهت میگه. حواست باشه، مواظب باش که به این بوپای شیطون گوش ندی. اگه هر جور شده بخوای بندازیش تو تور بدون توجه به حقی که خدا گردنت داره و حلال و حروم و فرمایشات سرورمون رسول الله علیه السلام، عزیزترین چیزی که یک زن میتونه داشته باشه رو از دست دادی، کرامتش و عفتش. پس اگه این کارا رو بکنی بازنده ترین شخص میشی، هم تو دنیا هم تو آخرت. پس ازت خواهش میکنم خواهر من، ازت خواهش میکنم کسایی که بهت میگن این کارا رو نکردن ام‌البازیه، حواست به خودت باشه، زرنگ باش. بهشون توجه نکن، سعی کن بهترینشون باشی، اما با حیا، با راههای درست. مطمئن باش تو راه درسته، چون 2 تا 4 تا میکنی بر اساس قوانین پروردگارت و هیچ کس به فکر رابطه باهات نمیفته مگر به حلال. تو راهت درسته، بهم اطمینان کن.